بعد از 10 سال فهمیدم که همسرم چه بلایی به سرم آورده. وقتی که ازدواج کردم، شوهرم راه دور کار میکرد و ماهی 2 هفته پیش ما بود. حاصل ازدواجمون 2 تا بچه بود، یه پسر یه دختر. همسرم منو بچه‌ها رو خیلی دوست داشت و هیچی واسمون کم نمیذاشت. بعد از 10 سال یک روز که اومد خونه، یه پسر بچه 5 ساله دنبالش بود. گفتم جریان چیه؟ گفت واسه تعریف میکنم. من شک کردم که نکنه. بعد از گذشت چند روز همسرم گفت موقع که راه دور بودم یک خانم رو صیغه کردم که توی شهر غریب تنها نباشم. اون خانم بچه‌دار شد. من بهش گفته بودم که زن و بچه‌م رو دوست دارم. وقتی که صیغه تمام شد دیگه صیغه رو باهاش تمدید نکردم. اون خانمم بچه رو داد و گفت من نمیخوامش. حالا من آوردم پیش تو، ببین میتونی باهاش ارتباط برقرار کنی. حرفای همسرم مثل پت توی سرم بود. مونده بودم سر دورایی. اون بچه چه گناهی داشت؟ فرستادمش آزمایش دی ان ای. مطمئن شدم بچه همسرم، واسه شناسنامه گرفتم و الان مثل بچه‌های خودم دوستش دارم. دوستان عزیز، این داستان یکی از شما عزیزانی که گفته به نظرتون کار درستی کردم. ممنون که لایک و شیر و سیو رو انجام دادی. اگه از اکسپلور میای یه مدت کنارم باش. مطمئناً خوشت میاد.